داشته باشی. نه حالا چون گریه میکنم. اینا پشت سر هست. من پشت سر هست دیدی کومانم پشت سر نداره. چی دارم میکنم اینا؟ ثبته؟ چی بگم؟ خیلی تاپیک زیاد بود اینجوری گفتی. ایکس هست نمیدونم فلان ایکس که حالا راجب اون ببین یه چیزی من این ایده هم باحاله یه جوری مثل همون تا حالا چیز نیست اون کلا سبکش فرق میکنه ولی آره میدونم اونقدر چیز نباشه چنگیگه میخوام ببینم 30 ثانیه حرف زدی ان دست هیچ کس برسن میمونه رضا بده آقا من یه خیار نمیخوام اینجوری باشه چند بلا تو ملاقب خیار هستی شما الان خیار دارم دستم آقا اینجوریه که کامنت داشتیم که یه سری میوه دیگه هم بخوری چی اگه لایک بخوره کاچینله میخوای ویدیوشو بده بیرون نگاه آها این جذاب خودش آره آفرین این جذاب یه دونه چیز بهش کاکی مله کاکی مله خیلی بازی کنیم کاکی مله آره مثلا یه های به بعدشو ترسیل کنی خیلی بد میشه نه اون رو واقعا نمیتونم یه سری چیزا تو ذهنم هست که قطعا فکر کنم نشه گفت بوق میذاریم ولی خب چه اسم اینجا هست کاکی مله این میوه فقط تو ایتالیا رشد میکنه همه جا هست فقط اینجا فقط تورینو همه جا بچه همینجا هست کلن 4 اسب بعد پرده گوشش کلن رسیده اینقدر سرما زده تو گوشم میپرده 4 تا 5 دیگه نمیپرده ترکیب نمیپرده چی بود؟ ذهنم پرید 4 رب به بعد ذهنم دیگه نمیفهمه یا حافظه‌ام از دست داره گوشم نمیپرده ذهن نمیفهمه نه جدا اینا رو حالا مزاح میکنم ولی خب ترکیب سینماتیک داریم میگیریم دیگه من چون همیشه با همه این برای 30 ثانیه پدر بیننده رو در بیار چرا من باید بشینم اینو کسی که منو دوست داشته این باشه ترکیب همین چیزا میمونه دوست هم نداشته باشه آقا ترکیب خرمالو و سیب آفرین بالاخره گفتم حالا نحوه سروش چجوریه خیلی کامنتا خونده خواهد تو باید میوه بخوری یه ظرف دارم یه ظرف بذارم یه ظرف باز کن ظرف که خوبه قبلا هم گز خورده این چه خساره قطعا روشش این نیست من وقتی موز اونجوری باز کنم چه سببایی داره کلیپ موزشو ببینید خوبه کلیپ موزی همینجوری بالا میذارم نگاه کن برچسبشو نباید ما برچسب کنارش قشنگ رفتم رد شدم دستم میبرم ویدیو قطع میشه اون تیکه چوبشی که داری میبری اره نیست چاقو برقی هم نیست خب از اینجا به بعد میخوام داخلشو ببینم بچه‌ها توش موزه گوش میدی دقیقاً ملی تکسچر گلابی طعم خرمالو ظاهر سیب یعنی چیز مشکیه چه طعمی داره تقریبا همون طعم باطن گاندی الان بهتون میگم بین خرمالو بین 60% گلابی 60% گلابی ترکیب سیب و خرمالو برای این 60% طعم گلابی بوده یعنی از 104 دقیقه به بعد چشاییش هم دیگه نمیچشه نه جدی راست میگه یه ساعت گفتم گلابی کی انداخته در من هیچ کس خواهم که خیالی من کسی خیار بود که اونو وارد قصد نکنم دیدندگان نسبت به تمام سبد میوه عوض شد اینقدر که فشار روی منه جدی دارم آقا چند سنت گلابی اون چه لحظه چی؟ نه تازه من بازم تقسیمش کنم بعضی ریاضی هم هست این وسط مطمئنا خراب میشه نه 60% منظورم خرمالو بود 60% خرمالو 20% سیب 20% 20% چیه؟ مله 20% مله مله هم هم سیبه مله سیب دارم خب 20% قبلی بودم سیب بود
ریاضیش هم دیگه نمیریزه 20% سیب فارسی دیگه نه 20% نمیریزه سیب درختی منظورم بود. اون سیب زمینی بود. اصول زمینی نه جدا جدا از شوخی حالا گفتیم خندیم قیمت چیه. الان چند درصد چی بود؟ این درصدش فرق کرد نه گلابی بود. جنس وقتی این گلابی اینو شده. واقعا دارم همین میگم من گلابی به خود شده. شما میخواستم بگم خوردین همه از این بله 20% کاکی مله کاکی بیشتر میخوره اسم کرمانشاهی باشه کاک یه دونه یه شیرینی کاک هست چرا اسمش؟ کاک البته کاک فقط شیرینی نیست چیزایی من دیگه تو خارج یه جوری آره استفاده آره، درستی نکنید نمی‌کنه. بخارجی. کیکون هم هست دیگه کاک آره آره و حالا دیگه وارد جزئیات نمیشیم لیموناد. میشیم همون سمت مله همون فقط تمرکز تو بذاریم فقط مله نه جدا طعم دیگه متوجه میشی لو که این کاکی مله اسم ایتالیاییه کاک مله اسم ایتالیاییه میگه که خاموش نه یه شعر میخواستم بخونم یادم در وصف کاکی مله آره نه یعنی ربط داشت بهش کلمات موزون بودن با این ولی در نیامد آقا داشتم جدا میگفتم این وقتی میاد زیر دندون کاک وقتی میاد زیر دندون اینجوریه که جنس گلابیه ولی طعم خرمالوئه چه گیری به گلابیه بابا همش گلابی کردم بفهمید ربطی به گلابی میوه نداره نه طعم نه سیاره میزان باف نه شکم جنس. بابا هیچ تکسچر دیگه ربطی تکسچر چی میگی شما تکسچر. تکسچر نگو سیبریه سیبری چی سیبریه بافتش سیبریه سیبری بافتش فکر کردم سیبری منظور شهر و منطقه است آره روسیه روسیه نیست نیست سیبری یعنی سیبه دقیقه داشتم میرفتم چطور آموزش بری در مورد میوه‌جات وقتی اصلا میوه‌جات دایره من جغرافی خیلی قوی جغرافی خیلی یکی خوبه. از استعدادام سیبری و اینا سیبری مثلا بچه تو رو خدا سابسکرایب سابسکرایب براتون هر میوه‌ای که بخوام هر شب چی تا بخوای می‌خوام. صبح هر کاکی بخوای میخوام کاکی مله کاکی آرانچه هر چی بخوام کاکی آرانچه کاکی آرانچه میوه‌ای که حالا نبود اینو خودم پیوندشو میزنم اینقدر که میوه خودم صحبت نگردم دقت کردیم بعد گوشتت هم بود میوه دیگه نیست شعره به ذهنم نمیرسه الان من متاسفم دوست داشتم برنامه مزین شه به ادبیات نشد متاسفم نبیخ کرد یه هیت هم از وارد آدم اون- یه دقیقا زارست آها یاد اینو افتادم یه وقت خونه چنبر بودیم چنبر که از دوستای عزیزمه حالا اونم کامل میگم بهتون انشالله توی برنامه ویژه‌ای شاید توی عید نوروز دعوت کنیم بیاد شب بابا نه حالا اینو دیگه همه میدونن مارس حالا اسنیکرز بود دیگه اسنیکرز و همین مغزدارش میشه اسنیکره اسنیکر کفش اسنیکرز چند تا کفش اسنیکرز فکر بود کنم الان با هم شد شما این چای نبات داشتم با این میخوردم مغزم چی؟ دلیلش بابا اصلا دیابت گرفتم بابا گذاشتن جلو خوردم من نه نمیگم کلا به خوراک مشخص الان آره نه واقعا این خوشمزه حالا امیدوارم که بچه‌ها فکر کنم خاصیتش چیه چی خاصیت کاک و میله دیگه سیب چه خاصیت آقا این کاکو نگو دیگه بگو کاک. خرمالو و میله خرمالو میگه میله خاصیت کاک و میله نه واسه بچه‌ها من فکر کنم کلا اشتهاشون کور شد هست تو ایران واقعا از اینا نه نیست من ندارم فقط من میتونم این هم از دست داد. یه حیط دیگه هم من فقط بچه ایتالیا رو دارم نه همراه اصلا سوئیل جا امیدوارم که میله بتونی بخوری میل کنی من دوست داشتم از چیز بگم از چنبر بگو کجا داری میگی مثلا بچه‌مون درس یکی از دوسته این ادیتش هم فکر کنم سخت باشه حرف بزن داره درس میخونه جدی؟ تو چه شرایطی من دارم برای شما ویدیو ضبط میکنم بچه کوچیک داریم داره درس میکنه این طرف این آقا شاش داره ما داره درس میکنه چک میکنه دستجویی
اون نبودش نگاه می‌کردیم چیکار می‌کنم. امروز چی اینجا زیاد خوردم انجیر امروز کلا چند روزه کلا الان قشنگ کلسترولم روی 700 شیری جاز میخوری به نظر من وقتش قطع کنه کلا تمام. زیست و اینا رو ازش پایتخت کلمبیا رو هم بگو گفتی جغرافیات خوبه که ببندید دیگه خوراکه بگو چه دفعه بیا خودش پایتختا رو خوب بلد میتونه خوش بگو دیگه. بپرسی تا کلمبیا حالا بگو بگم کلمبیا رو بگو. هاوانا اون کوبا بودم وا بیلا. کلمبیا وا. خب من 2 تا ازت میپرسم اگه تو اسم بگی کلمبیا ما واقعا یادم نیست ولی واقعا خوبم فرشاد میدونه خب کلمبیا چی شد؟ نبود هیچ بریم بعدی. خوبه ولی حالا خوبه ولی حالا این یکی یادشه. بولیوی پایتختش چیه؟ بولیوی چرا از آمریکای مرکزی آمریکا جنوبی؟ بریم کانادا رو بگو. بریم کانادا استرالیا رو پایتختش رو بگو راحت شیم بریم دیگه. استرالیا فقط نگو سیدی ملبورن. نه ملبورن سیدنی که نیست آفرین. که خب بگو تا آفرین خدا رو شکر قطع می‌کنیم این ویدیو. کانادا هم بگم دیگه کارو در آوردم یه دیگه خداحافظی یه کانادا اون بشه کانادا کجاست؟ یه کانادا اتاق باری اوترو رو بریم با ایشون اترو رو با انشالله کانادا میبینم اتاوا فکر کنم بتونی سایل رو نگه داری ویدیو بعدی هم ببینی. آره. سویل جا میوه بعدی خیاره انشالله که یه جوری دیگه یه جوری دیگه آره شروع میکنیم که خودت هم تو برنامه باشی خدا نگهدار